سلام و قنددی سارا خانم، خیلی خوش اومدین. امروز با هم میخوایم کلاسی توت فرنگی درست کنیم. این دستور حدودا مناسب 2 نفره. مواد خشکمون رو با هم ترکیب میکنیم، کره سرد رو بهش اضافه میکنیم و با چنگال، غذاساز یا نوک انگشت به حالت خورده‌شن درش میاریم. بعد آب سرد رو اضافه میکنیم و در حد اینکه خمیر خودش رو جمع کنه مخلوطش میکنیم و بعد توی یک نایلون میذاریم و توی فریزر یا یخچال استراحتش میدیم. بعد از حدود نیم ساعت استراحت خمیرمون رو به شکل دایره 15 سانتی در میاریم و اگه مارمالادتون یه مقداری آب داشت بهتره که پودر بادوم زیرش استفاده کنید. حدود یه قاشق غذاخوری کافیه. بعد مارمالادتون رو روش پخش کنید و بعد طوری که توی تصویر میبینید لبه های یلش رو تا بزنید و با تخم مرغ هم زده روش رو رومال کنید و شکر بپاشید. اگه دوست داشتید میتونید از توت فرنگی تازه هم برای روش استفاده کنید، خیلی خوشگل‌تر و جذاب‌تر میشه. بعد توی فر از قبل گرم شده به مدت 30 الی 40 دقیقه بپزیدش. وقتی طلایی خوش رنگ شد میتونید با یه اسکوپ بستنی وانیلینش جیون کنید. خانم سارا خانم همیشه دنبال فسقلی ترین رسیپی هست. شما بگین رسیپی بعدی چی باشه؟